انگار منو سائقه زد. لئونی بره خدا، چی باعث شد اینطوری صدام کنه؟ مادرم وقتی بچه بودم اینو میگفت، ولی اون که اینو نمیدونست. برای چیه؟ اینقدر فشار برای این سکه های طلا بگیر، نترسین به همه میرسه، برای همه هست. روشن کنید، مال شما میتونیم ببرینش. بیا بگیر ببرید همش مال شما. هیچ میفهمی چی کار داری میکنی؟ صبر کنید تمام شد. بشه امکنه روزی پشیمان بشن؟ کافیه دیگه، بلش کنید. بگی باشید نه. بلش کنید. کمی حق شناسی. حق نشناسا. توقع داشتین بگن متشکریم آقایون، بله؟ تو شبیه گدا شدی؟ داشت میتونیست قیافه خودتو ببینی. نگاش کن چرا مثل اونا؟ آره اون که خیسه. حالا اون باشه من اومدم. از مقابل دیدگان غمگین والدینم دور شدم و اسبم که دوستش داشتم به فرانچسکو رو آوردم که پدرم شد و مادرم. معذرت میخوام. آنجلو تو حرف بزن. من چطور به کرسی الهی رسیدم؟ قبلا گفتم چطور فرانچسکو رو دیدم. بعد از ماجراجویی فراوان به آسیسی برگشتم تا زرهشو پس بدم. برام شانس آورده بود. در واقع میخواستم این سوار متفکر رو دوباره ببینم. میدونید کجا پیداش کردم؟ خواهش میکنم جامش رو بدون برادر ماست. خواهش میکنم برادرش کنید. نه برو دارش ندارید. اون برادر منه. برو برادر منه. از این دورش کنید. دست بگم نه شما باشید. برش کنید. خواهش میکنم. بیا بریم. منو میشناسی؟ چه اتفاقی براتون افتاده؟ فقیر شدین؟ کسب و کار کساد شده؟
اونو کشتم. اون یه دزد بود. برادر ما بود. برادر ما؟ پس تو به راه بدی افتادی. برادری. من این کلمه رو مرتب برای خودم تکرار کردم تا بالاخره در مغزم گنجوندمش. این چیزی بود که میخواستم با وجود تعجب فراوان خودم. اینو بنویس لئونی، زیباست. بله. من با فرانچسکو بزرگ شدم. همه چیز در مقابل چشمان من اتفاق افتاد. ولی من ترسو بودم و بسیار محتاط. از زمان طفولیت ترسو بودم. خوابای وحشت. بعد میترسیدم ارثیم رو از دست بدم. چون پدرم دست به ترفندهای گوناگون تجاری میزد. اولین باران خواهد بارید. همینطوره. بهتر نیست فقط از سنگ استفاده کنیم؟ اگه بخواین من میتونم کمکتون کنم. نگران نباش. این هم مثل اوناست. راستی براتون یه چیز خوردنی آوردم. چه فکر خوبی. لئونی لطفاً ده. تو غذا درست کن. اینو یه نفر دیگه بکشه. من نمیتونم. چه رقیق القلب. نمیدونم به کجا ضربه بزنم. من دفتردار بودم نه قصاب. تو این کارو بکن چون تجربه بیشتری داری. بعد رو آتیش کبابش کن. بهتر از زنها نیستی. بیا ببینم. شبیه لئونیه. وقتی اون بره تونست در میون مردان گرسنه زنده بمونه، من به خودم گفتم جای من واقعا اونجاست. و دیگه به خونه بر نگشتم. هرگزم احساس ترس نکردم. ترس؟ نه. اما گرسنگی چرا؟ اینو بنویس لئونی. دارم میمیرم. نمیتونم ادامه بدم. رویاهای بد؟ نه. گرسنگی. خجالت نکش. در آرامش غذا بخور. این هدیه الهی از کجا اومده؟ مثل سنگ میمونه. یه دهقان ریخته بود برای خرگوشه. بیچاره خرگوشه. خوشحال بودم با ما تقسیمش میکردن. ازشون پرسیدم و اونا گفتن بله بله بله.